سبيرز توتنهام في مباراة الدورة الرابعة للإف إي كاب لموسم 23-24. 5 انتصارات لسبيرز، 3 على سكور 1. يهرب ووكر، العقدة اتحلت في وقت الكلام، ولكن اوفسايد. تسلل، العقدة ما زالت. لا 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 لا, لا. عندك عقدة، عندك 1 صورة اوفسايد. تسلل، خرج مانشستر سيتي. لحظة والله كرة الشعبين. التحذير، ضاعت المحاولة. يرجع السيتي سعيداء بانتظار الخواتيم فقط بعد 20 عام. خطيرة والدفاع سنين 3. التسديدة ممتازة والحارس ماكن وبنقص عددي. حال درس يتقرأ والكرة حلوة ولكن طويلة. تيبوب حط الكرة حلوة، مشيت على طريقة جوليان ولكن الدفاع. ترجع كرة ممتازة. فما الأهداف في الملعب الجديد توتنهام. هزايم استاد ويمبلي في الفودان. شعب قوة العوبة في ظهر الدفاع لو هربت. ووكر رجع كرة ممتازة من كوفاشيتش والدفاع. عودها له المرة الثانية. فودن كيما جات اللمسة خطيرة والجول والريت عالی. اسکار باب سمت چپ سانت انجام میشه روی دروازه. ما برای کدام بازیکن؟ گواردیول مستقر سیتی. کولوسفسکی به دنبال توپ هست، ضربه سر میاره پشت محوطه جریمه. 1-2 که میرفت اونجا انجام رو به زیبایی قطع کرد. جا بود که میندازن به دنبال توپ هست اونجا. ریچ حرکت رو آغاز کردن بازیکنان تاتنهام. توپی که میندازن داخل محوطه جریمه. 1-2 که میرفت با تیمو ورنر انجام بده. چه زمانی با سکاگایی منچستر سیتی پاس عالی رو میندازه تیمو وردو. سیلوا رو به عقب، رودری ضربه ناب رو زد، دوباره برگشت داده میشه. اسکار باب میتونه شوت رو بزنه، انقدر معطل کرد که راه رو برو بستن. اسکار باب با هم دیگه ببینیم اینجا رودری. اینم لحظه ای بود که چه زمین توپ رو در اختیار داره. یه پاس کاتبک، ضربه ای که میزن اونجا فیل فودن پس کنار دروازه خطرناک به بیرون میره. 6 دقیقه زمان طلب شده برای نیمه اول اعلام میشه. آلوارز بنتانکور توپ رو انداخت جلو پای آلوارز که در همین لحظه پولتیرنی سوت پایان نیمه اول رو. کوین دی بروینه هم بلند شده و داره گرم می‌کنه به کوواچیچ. پاس تو در رو میندازه اونجا، پوشش میده. پس اسکار باب سانت روی دروازه. یه موقعیت، ضربه ای که میزنه. چه تکلی زد اونجا میکی فاندفن. عالی کار کرد در خط دفاعی، نذاش آلوارز دروازه رو برای رودری. 1-2 که شکل میگیره. فودن سانتش آلوارز به دهانه دروازه توپ رو به عقب پاس میده. گواردیول و تکل خوب رو زدن اونجا بازیکنان تاتنهام. توپ رو جلو میبره، پاس رو میندازه برای برنان جانسون که از بهترین فرصت‌های راه میندازه کولوسفسکی رو. اما پرو سانتر انجام میده روی دروازه. گریلیش رو هم میبینید یه خوشوبشی هم داشت با پلو. میاد گوشه محوطه جریمه. تیمو ورنر میاره در هر سانتی کرده برنان جانسون. یه موقعیت به دهانه دروازه پاس برای کولوسفسکی. واکر میرفت کنه اینجا، زد پای اودوگی رو. عرض خود جانسون پشت محوطه جریمه. پاس رو به بازی میاد و جرمی دوکا سر رو بزنه. رومرو برخورد داشت با رود چپ، توپ رو ارسال میکنه روی دروازه. پرو سانت بلندش روی دروازه. خیلی جانسون ارسال روی دروازه برمی سانت روی دروازه. یه لحظه اشتباه. ببینیم اینجا اومد توپ رو جمع بکنه، از دستش رها شد فاندفن. ببینیم توپ به کورنر میره یا نه. یه فقط تعادل فاندفن رو به هم زد. کوین دی بروینه محوطه جریمه. اودوگی یه سر توپ زد برای جرمی دوکا. در مقابلش پرو حضور داره، رو جلو میبره. سانتی که میاره روی دروازه، توپ رو برفش رفته. تکل عالی از کریستیان رومرو. اما یک پاس روی دروازه اشتباه میکنن اونجا. یه ضربه و که جمع میکنه ویکاریو. درست جایی رفت که ویکاریو حضور داشت، شانس آورد. یه لحظه اشتباه، چه جایی توپ رو لو میدن. کوین دی بروینه کجا زد؟ چی کار کرد کوین دی بروینه؟ موقعیت باد آورده ای که به راه توپ رو میاره داخل محوطه جریمه. چقدر خوب سرعت بالای کایل واکر. دقیقه 83
یه ضربه با سرعت بالا داخل محوطه جریمه، ضربه که جا بود که ضربش رو به سمت دقیقه سانچو بلند روی دروازه، یه لحظه اشتباه و گل. گلو میزنه ناتاناکه. چه دقیقه‌ای دروازه تاتنهام باز شد. حالا حساب کار 1-0 به سود منچستر سیتی هست. یک گل بی‌نظیر. اعتقاد دارن که خطا بر روی ویکاریو باید اعلام می‌شده، اما